جان کوم، مدیر مشهور شبکه اجتماعی واتساپ که تونسته شهرت و ثروت زیادی برای خودش دست و پا کنه. جان کوم یک پسر بچه فقیر اوکراینی بود که با نبوغ و علاقه زیادی که در امر برنامه نویسی داشت، برخلاف محدودیت‌های فراوان با تلاش و پشتکار تونست پیام رسان واتساپ رو طراحی کنه. با فروش این پیام رسان به مارک زاکربرگ، مدیر عامل شرکت فیسبوک، به ثروت 19 میلیارد دلاری دست پیدا کرد. دوران کودکی و نوجوانی جان کوم. جان کوم در سال 1976 در شهر کیف در نزدیکی اوکراین متولد شد. او دوران کودکی سختی داشت. وقتی 16 ساله بود برای رهایی از فقر به آمریکا رفت تا آینده‌ای برای خود بسازد. قبل از اینکه جان به آمریکا مهاجرت کند، قرار بر این بود که ابتدا پدرش به آنجا برود و بعد از مستقل شدن خانواده خود را به یک زندگی خوب دعوت کند. اما ورق برگشت و جان کوم فرشته نجات خانواده شد. در همین سنین نوجوانی بود که در یک فروشگاه مشغول به کار شد و همین امر شرایط رو برای باز کردن یک دکه کوچک فروش مواد غذایی برای او فراهم کرد. او به همراه مادر و مادر بزرگش به کالیفرنیا رفت و جان در آنجا به دانشگاه سنخوزه وارد شد. ولی تحصیل را نصف کار رها کرد. پیش از این در دبیرستان هم در رشته برنامه نویسی مشغول بود. حدود 5 سال از زندگی آنها در آمریکا گذشته بود که پدرش از دنیا رفت و همین امر ضربه سختی به روحیه جان کوم وارد کرد. شکلگیری ایده طراحی واتساپ. با وجود تمام سختی‌هایی که در زندگی متحمل شده بود، اما موفقیت و آینده درخشان او از دیدار با برایان اکتو در شرکت یاهو بنا نهاد. دیدار آنها منجر به یک دوستی صمیمی شد و این دوستی باعث شد تا جان کوم در شرکت یاهو مشغول به کار شود. این واقعاً یک موفقیت طلایی برای جان کوم بود. همانطور که از نام شرکت یاهو پیداست، با دنیای مجازی و اپلیکیشن‌های گوشی‌های پیشرفته سر و کار داشت. جان کوم هم وقتی آیکون‌ها و ابزارک‌های روی گوشی و سیستم‌ها را مشاهده کرد، فکری مثل جرقه آتش موفقیت اون رو روشن کرد. او آینده خوبی برای تکنولوژی آیتی در برابر خود می‌دید. ایده‌ای که به ذهنش رسیده بود خیلی عالی بود و جان کوم سعی داشت تا ایده خود را در ذهنش مرتب کند. در همین بین بود که به یاد دوست خود آلکس فیشمن افتاد، کسی که با او در انجمن شرقی اروپایی‌ها دیدار کرده بود. این گونه بود که جان کوم با همکاری آلکس پیام رسان واتساپ را به بازار عرضه کرد. در کنار این افتخار بزرگ، همکنون کار فروش مواد غذایی هم در کارنامه این خانواده ثبت شده است. آنها اکنون سرمایه‌ای بالغ بر 6.8 میلیارد دلار دارند و این یعنی که دیگر فقری در این خانواده وجود ندارد. واگذاری واتساپ به فیسبوک. اوایل کار فروش مواد غذایی بود که جان کوم با دفتر فیسبوک قراردادی امضا کرد. شرکت فیسبوک با دفتر اصلی واتساپ خیلی فاصله نداشت. همین قرارداد باعث یک تغییر بزرگ در زندگی مالی جان شد. زمانی که واتساپ توسط فیسبوک با قیمت 19 میلیارد دلار خریداری شد، یک تحول بزرگ در زندگی او به وجود آمد. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.